شما امام خمینی رو قبول دارید؟ امام خمینی تو سخنرانی به سراشون چی میگن؟ میگن پدران ما چه حقی داشتن که برای ما حاکم تعیین بکنن؟ خب حالا میگن که اگر که اونها برای ما نداشتن ولی خدا که حق داره که خب شما این که میگم شما خودتون رو نماینده خدا میدونید، پس نگید ما این حرف رو نزدیم. ما پیرو خدا هستیم. خدا کی به شما این حق رو داده که شما نماینده تعیین بکنید؟ نماینده چی تعیین میکنه؟ اسلام به ما گفته حکومت اسلامی تشکیل بدیم. حکومت رو بر اساس اسلام. حکومت اسلام با کدوم قرائت؟ با قرائتی که شما از اسلام دارید؟ با بالاخره قرائت. اگه اینجوریه که طالبان هم حکومت اسلامی، پاکستان هم جمهوری اسلامی پاکستان. با قرائت جمهوری اسلامی، با قرائت امام. قرائت شما اسلامی با قرائت امام، با قرائت خودتون یه سری فقهای حکومتی دارید که اونها میگن این اسلام است، هر سخنی غیر از اون غیر اسلامی است، حلقه بسته قدرت. شما اسلام هم به نفع خودتون مصادره کردین. حاج آقا حرف من میشه غیر اسلامی، میشه ضد اسلامی، من فردا باید بیام جواب پس بدم. من دیگه نمیتونم توی ارگان‌های دولتی استخدام بشم. چرا باید این اتفاق بیفته؟ این همون ایدئولوژی که گفتم به شما. شما با این نگاه میخواید تو ادارات هم استخدام بشید، چرا که نظامو ببرید زیر سوال. بله، من اگه توانایی داشته باشم خدمت بکنم به مردم باید بتونم استخدام بشم، ولی نمیتونم استخدام بشم به خاطر اینکه توی گزینش از من پرسیده میشه کفنم یه چند تیکه است.